اینجا درک میکنین که خانمای افغانستان چی اندازه زحمت کش هستن براسی. خب وطنان عزیز، با یک از روستاهای الا یارم کوچ کرده رفته و هیلاق، دیگه چیز نداره چار بوزکی تاق. الهی چار بوزکی تاقش بمیره، یارکم کوچ کنه بیایا به قشلاق. سلام، خوب هستین کاکا جان؟ خوب هستین، بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین. همینجا مصروف علف درو کردن بودی، گفتم باش که یک چند دقیقه وقتی تا بگیرم. بخیر باشین، تشکر که اول از ما را گرفتین. زنده باشین. مصروف دهقانی هستین فکر کنم؟ مصروف دهقانی هستیم. یعنی زمین یعنی یک ذره جاغه موقع یعنی پلوان های ازی رسیده درو میکنیم که نرزه خشک نشوه. خب تشکر. یک چند دو بیتی همی تو خوب، همی تو ناز، همی تو کش، همی تو دلبری بخوان. خوبه دیگه، ما خواهش شما رو رد نمیکنیم. زنده باشین. میخوانیم ما. ستاره رزگک پالوی ماتاو، مرام از عشقا کتکایی میبره خواب. در پالو که گل یادیم میایی، مثالی ماری زخمی میخورم تا. کم بلندتر. حالا دختر خانه تو زری قاده، خدا وصل و جمال را با تو داده. الهی مادر گبرت بمیره، تو را با یک جوان خوب نداده. بسیار تشکر، بسیار جالب بود دیگه. بیاین دوستا، هموطنان عزیز، با یک از روستاهای دره و فولادی آمدیم ببینیم زندگی روستایی ها در ولایت بامیان چگونه است. این مولی از ما اینجا خواه از ما این سگ مال است؟ استفاده میکنیم سخت خانه. خب بسیار خوب. خب یعنی دواخانه جلاف ملاف زمستان بین این به اصطلاح چی است؟ علف خانه. بسیار خوب. علف ما بین زمین دیدیم که زمستان در مال گاو استفاده. خب باز این طرف به کجا میریم؟ این طرف در دواخانه مال میریم. خب بیا. عالی مدد. بیا دوستا که بی یعنی گوسفنده های از مستن. خب که از یا دیگه یار از روستاها دیگه قسمی که میبینین زندگی روستایی است و مال و گوسفندای همی تو چاقک نام خدا در اینجا هست دیگه، که دیگه کسایی که قربانی و چیزا ضرورت دارن
از اینمی ها استفاده میکنن دیگه، یا یگان جای چکر و میله میرن. بهترین گوسفندایی است که در روستا پیدا میشه. همین قسم است دیگه. یعنی گوسفندای از مثلا که میرم یه چوپانی میکنیم، از این استفاده میکنیم که واسه در قربانی در نظر محرم مردم ها میخره خریداری میکنه دیگه. ایره مکشه در قربانی و در نظر محرم. تشکر. باز جای از یا باید چگونه باشه که اینا اذیت نشون یا کدام امراضی بر از اینا پیدا نشون؟ صاف باشه، یکی چال نباشه لای دیگه، دومی دیگه هوای سرد باشه دیگه، یا بسیار خوب چاق میشه پرده میشه دیگه. روزانه در کار ما را ساده زیادی را بگاهی باز میای در خانه، در پیش خانه همین یک ایل دارم، ایلی مال به اصطلاح دشتکی بازانمون اینجا خانه میکنیم یا فعلا در دواخانه، به خاطر که گرمی زیاد حرارت گرمی سر زیاد میشینه. بسیار خوب. خب تشکر. خب باش که یکیش همینطور پیش کنیم که این گوسفند به نام چی است؟ این به نام قنقراتی دورک. به نام چی است؟ دورک. دورک. گوسفندای دورک. از گوسفندای دیگه محلی نیست؟ محلی هم هست، بعضی هاش محلی یک دو سه دانه از این دورک هست که قوچ گرد کردیم، قوچ قنقراتی یا دورک شده. این گوسفندا خاطر که کلان خیل بیان. دوستا باش ببینیم که کاکازیایی چی پخته میکنه برای ما و شما. بیاین دوستا. خب دیگه بسیار یک جای خوبی شما است دوستا. چی تصمیم داری پخته کنی کاکازیایی؟ چاش دیگه به خاطر که شما ناوقت آمدن رسیدگی نتانستم، همین غذای سرزیستی یک دانه چاست یک کچالو پخته میکنم. به شک به خدا کچالو هم با کچالوی بامیان دیگه که چی مزه وطنی داره دوستایی که در خارج همین دلتان او شود. خب باز کدازی چی چیزا گرد میکنین و امیال چی کار است برازی؟ کدازی دیگه یعنی بانجان است، مرز است، نمک است، پیاز است، اینمی چیزا را قدش دیگه. ما شهر دورتر هستیم، رسیدگی نمیتونیم در کوبندیم، به خاطر ازی دیگه اینمی چیزا را تیار میکنیم در دیگه خود مندازیم. بازی همه کچالوی امسال است یا نه از سال گذشته است؟ چه قسم است؟ کچالوی پارسال، کچالوی امسال تا نظرم نرسیده. این کچالو رو باز از سال دیگه با این سال ایتون نگاه میشه نمیشه؟ چه قسم است؟ نگاه میشه، چا میکنیم در موبایل، چا میندازیم نم داره زمین، به خاطر ازو نگاه میشه. تو چاله میکنیم؟ چا میکنیم زمینه، چکر میکنیم. اگر چی در خانه شلتا میشه از باید میره دیگه، خورده نمیشه در خانه دیگه، خرابی نمیکنه، شلتا میشه پندی میکنه خود از باید میره. بسیار خوبیانه دوستا، دستپختی کاکازیایی را همینجا نوشی جان میکنیم. این چاش باش ببینیم که چه قسم است. یک پالوی ماتاو مرا از عشقت کی میبره خواو. به شک در پالو که گل یادی میایی، مثال ماری زخمی میخورم تاو. به شک اینا کاکازیایی از اما آشپزایی است که در وقتی که دیگ میکنه یا چی میکنه یگان تو را سعی کنه همین وقتی که دیگ کاسه میکنه بسیار همی تو بدقار است، بسیار همی تو کدش گپ زدم نمیشه. مگمی از اما آشپزایی است که دمی وقتی آشپزی باز همی تو خوش اخلاق، همی تو تب خوش یگان زمزمه میکنه. دایم همی تو هستی یا نه؟ دایم همی تو هستیم دیگه. دمی چوپانی که میرم همه تو خواندن ها میکنم. به شک به خدا. آشپزی دیگ و کاسه که میرم همه تب خوش هستیم دیگه. خلاصه این تو دیگه.
دیگه که بازمی تو در تبخوشی و خوش اخلاقی و بازمی یگان زمزمه جور شو باز بسیار کیف هم داره. مزهش دو چند است. مزناک است دیگه راستی هم مزه وطنی داره. همونطور است. داره دیگه. یعنی 24 سال یعنی امروز تو آمده در این منطقه دیگه در نزدیک از ما بسیار خوش شدیم. راستی هم امروز خواندنهای از ما که میکنم ما قاطع از تو که برادر ما تکلیف کشیده خوش آمده از دیدن از ما آمده بسیار ما خوشوقت شدیم. زنده باشید. تشکر. دیگه دلی امی کسایی که در خارج است در بگیره پشت امی کچالوی بامیان، پشت امی رومی بامیان، پشت امی پیازک بامیان و پشت امی روستای بامیان و پشت امی تو یک آشپزی امی تو خوش اخلاق و تبخوش وطنی. ایره در قدم اول چی مندازین کاکازویی؟ قدم اول روغن مندازیم. روغن مندازین؟ خب. پیاز مندازیم. خب. بعد از او پیاز مندازین. رومی مندازیم. خب. باز کچالو رو مندازیم. شروع کنین کارتون رو. این روغن ها انداختیم دیگه. خب. بیا پیاز. مرجی پلی. دوستا دیگه امی کاری وطنی بسیار سخت است، مخصوصا امی برای خانما. ما شما امی تو بسیار سر به سرخان میشینیم. بسیار با یک ناز و نزاکت یک اوزام میکنیم که چی قسم پخته کردی، چی قسم نکردی، که نمک نداشت، که چی نداشت. مگه مینه شما ببینین این دود ازی چشمه کور میکنه. حق خانماست. یا اینجا درک میکنین که خانمای افغانستان چی اندازه زحمت کش هستن براسی. خب دوستا باش دیگه در نظرم دم یک قصد داشتم شور بیتم کج شد دیگه. بیا تیر شویم از این خیر گوش. نمیتونی دور هستنه. والا ما خود چشمای ما پخته شده. دوستا تا دیگ پخته میشه باش کمی کاکازیایی تبخوش است زمزمه کوتاه هم بکنیم. فلک ما را نکشتی نوجوانم، غمی دنیا نخوردم شادمانم. آخ بیا از کوچه پیران گذر کن که نوبت با من مسکین نیاید. به به ستاره رزگک پالوی ماتا و مرا از عشقک کی میبره خو. در پالو که گل یادی میایی، مثال مار زخمی میخورم تو. این نام خدا چی کچالی شده به خدا. به 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 چی اندازه است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا جایتون خالی دیگه.
بسیار غذای خوشمزه است. دیگه ازی باید ما شما دائم بخوریم، میکدم ضرر هم نداره. بله، امی غذای وطنی واقعا مزه هم داره، بسیار زیاد مزه داره. این غذای وطنی این مزه داره به خاطر ازی است که این ما نمیکش. سابق ما مردم که مریض میشدیم دوای دکتری نبود، کشکاو بود، نه مرض سرطان بود، نه گبه مردم فشار بود، هیچ چیزی نبود. این حالی که مردم ها غذای اطرافی میخوره کلش دمیدی مرض مبتلا شده. بله دقیقاً. دوستا دیگه جایتان خالی. این بسیار مزه‌دار است. خب تشکر بازم بسیار زیاد از زحمتتون کاغذایی. بخیر باشین. شما هم تشکر از شما که همینطور حوال از ما را گرفتین، وقت نه وقت میایین حوال از ما را. زنده باشین. تشکر دوستا از اینکه تا این لحظه رو با ما بودین.